تراکتور توی لیگ هوادارا خواهد موند. مشکل سکو حل خواهد شد. من قول نمیدم خواهد موند. من قول نمیدم. من تضمین نگیرم. مشکل سکو ان شاء الله حل میشه. نه من تضمین نگیرم. بذارید آرزو میکنید. من خودم تراکتور بمونم. من نیستم. بیان تحویلش بدن. هوادار کلان گفتید هوادارم قدرت هواداری که به تحمل پشت خوردن به اصطلاح هواداری که میتونه تیمش بکشه از لیگ هم شهریای خودش رو نداره. آقا من اینا رو شوخی میکنم شما بخندین آخرش هم بخندین. به قرآن یه الکی برای ما بخندید. آخر برنامه یه الکی برای من بخندید. برای من احتیاط میخواد گریه کنم ولی نمیتونم بخندم. الان بغض تیم داره. آره منقلب شد. نه این کار پسه. این کار نه. من می‌خواستم هم شهریامو هم زبان‌های خودمو خوشحال کنم. الان دارم می‌بینم که به سمتی دارم می‌برم که اینا ناراحت بشن. اینا مقصر نیستن. یک سری که دارن این فوتبال رو مدیریت می‌کنن مقصر یه سری از